به نام خداوند مهر، محبت و عشق. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. درود خدا بر شما. این روز رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم. روز ازدواج امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام و خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. من و همه همکارانم آرزو می‌کنیم برای همه جوانان این مرز و بوم زندگی مشترکی پر از شادی، تندرستی و عاقبت بخیری. به همین مناسبت موضوع برنامه امروز رو اختصاص دادیم به امر ازدواج. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوست و همکار فعال جوان من آقای قاسمی در استودیو هستن برای برقراری این ارتباط. آقای قاسمی سلام. سلام قربان، ممنونم ازتون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خوبان. امیدوارم که سلامت باشین، عصرتون بخیر. امیدوارم برنامه دیروز رو دیده باشین. برنامه دیروز در مورد کارآفرینی بود که در خدمت آقایان دکتر خانی و دکتر زالی بودیم که شما دوستان پیامک‌های بسیار زیادی برای ما فرستادین که به بخشی از آنها در برنامه پرداختیم و در موردش صحبت شد و به بخشی دیگر که به خاطر زمان برنامه نتونستیم بپردازیم خدمت مسئولین دادیم که بهشون رسیدگی بشه. موضوع امروز برنامه همونطور که همکار عزیزم خدمتتون فرمودم بررسی و ریشه‌یابی ازدواج‌های پرهزینه میباشد که شما از این لحظه میتونید در بحث ما شرکت کنید و سوالات و نظراتتون رو برای ما بفرستید. راههای ارتباطی یه بار دیگه خدمتتون عرض میکنم. سامانه پیامکی 30046، رایاننامه برنامه تامین 4@irib.ir و شماره روابط عمومی شبکه 4 26 21 56 20 است. تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در خدمت ما آقای متشکرم آقای قاسمی. امروز در خدمت خانم دکتر فولادی هستیم که در این حوزه تحقیقات و پژوهش‌هایی داشتن. از ایشون تشکر می‌کنم و سلام عرض می‌کنم خدمتشون به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتن. متشکرم از شما. مرسی از اینی که منو دعوت کردید. امیدوارم که بتونیم جلسه خوبی با هم داشته باشیم و من بتونم کمک کنم که این جلسه رو به خوبی و با صحبت‌هایی که واقعاً مفید باشه برای مردم ما و به خصوص توی این زمان، توی این وضعیتی که الان هست با شرایط خیلی سختی که درباره ازدواج به وجود اومده بتونیم کمک کنیم که یه سری از مشکلات حداقل یه مقدار تقلیل پیدا کنه. موضوع رو می‌خوایم از اینجا شروع کنیم که به هر حال این یه پدیده است که همه باهاش مواجه هستیم. سن ازدواج بالا رفته، جوان‌ها به سختی به سمت ازدواج میرن و در واقع مقدمتاً می‌خوایم ببینیم دلایل اینا چیه. حالا یه بخشش هزینه‌های عجیب و غریبی که در این زمینه داره میشه. نظر شما چیه؟ ببینید بحث ازدواج خب میدونید که خانواده اولین و مهمترین بنیاد هر جامعه‌ای هست و اگر ما یک جامعه سالم رو بخوایم داشته باشیم بدون داشتن یک خانواده سالم به این هدف نمیرسیم و ازدواج به خصوص در جامعه اسلامی که در اسلام خیلی تاکید شده به عنوان اینی که ازدواج مهمترین بخش از دین هست، مهمترین روشی هست که بشه یک خانواده سالم رو و بهترین روش هم هست که بشه یک خانواده سالم رو ایجاد کرد. متاسفانه روندی که داره هر روز افزایش پیدا میکنه همونطور که فرمودید بحث هزینه ها باعث شده که ازدواج خیلی متاسفانه بازم روندش هی کند بشه و مشکلاتی که هر روز داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم باعث شدن که این مسئله هی سخت‌تر و سخت‌تر بشه. تبعات مختلفی که این پدیده داره، بحث ازدواج دیر هنگام. بله همینطوره، ولی بحثی که خیلی باید بهش اهمیت داد چون موضوع ما بحث ازدواج‌های پرهزینه است، اینی که ما واژه پرهزینه رو چطور بتونیم معنی کنیم. باید این سه کلمه بی هزینه، کم هزینه و پرهزینه رو با همدیگه در نظر داشته باشیم. ازدواج بی هزینه تقریبا غیر ممکنه، در جامعه امروز قطعا غیر ممکنه، ولی ازدواج‌های کم هزینه واقعا میتونن اتفاق بیفتن، میتونن تحقق پیدا کنن و ما نهایت سعیمون این هست که کمک کنیم به افراد
که بتونن ازدواج‌های کم هزینه تری داشته باشن. و به هر حال این قضیه به شرایط خیلی خاصی بستگی داره، دلایل خاصی هم داره. همین می‌خواستم به همین اشاره کنید. از چه زمانی در واقع و با چه دلایلی ازدواج‌های ما پرهزینه شد؟ ما در گذشته یه همچین فضایی رو نداشتیم. بله، عوامل خیلی زیادی هست. گریبانگیر ما شدن و هر روز داره بیشتر و بیشتر هم میشه. شاید بشه به مهمتریناش اینطور اشاره کرد که در فرهنگ ایرانی و در خرد فرهنگ‌های ایرانی این قضیه‌ای که ازدواج‌ها پرهزینه بشن یک جور داره رواج پیدا میکنه و این رواج هی داره وسیع‌تر و وسیع‌تر میشه. این مسئله داره عمومی میشه، به خاطر این هم هستش که چشم و همچشمی تو خانواده‌های ایرانی خیلی زیاده. شما اگر حتی بخواید بیس رو بذارید روی زندگی غربی و فرهنگ غربی، میبینید به غیر از یه سری افراد خاص کمتر افرادی پیدا میشن که ازدواج‌های پرهزینه داشته باشن. حالا توی جامعه اسلامی، توی جامعه ایران این قضیه باید واقعا بیشتر رعایت بشه، ولی برعکس شده متاسفانه. چشم و همچشمی خانواده ها اینی که خب وقتی که بقیه افراد فامیل اینجور ازدواج کردن ما هم باید این قضیه رو داشته باشیم. اگر اونها اینطور بودن ما هم باید داشته باشیم. بحث آبرو که متاسفانه بحث غلطی هست تو جامعه ایران این مطرح میشه. مصرفگرایی یک فرهنگ بسیار غلط هست که شاید بشه گفت مهمترین علت این ازدواج‌های پرهزینه مسئله مصرفگراییه. شما میدونید که در جامعه ایران بیشترین تولید زباله رو داریم. این یعنی چی؟ یعنی مصرفگرایی. یعنی ما یاد گرفتیم که مصرفگرا باشیم و هیچ فرهنگ خوب و سازماندهی شده‌ای هم برای از بین بردنش نداریم. یعنی به ما یاد داده نشده که چطوری بتونیم این مشکل رو حل بکنیم. بنابراین قضیه مصرفگرایی رو داریم، چشم و همچشمی رو داریم، این عامیانه شدن این مسئله که ما با این کار میتونیم آبرو بخریم برای فرزندانمون، برای اعضای خانوادهمون. این خیلی باز تأثیر زیادی گذاشته روی این موضوع. بنابراین یک مجموعه ای از عوامل دست به دست هم دادن که این مشکل هر روز داره بدتر و بدتر هم میشه. به خرد فرهنگ‌ها اشاره کردید. انتظار این میده که خرد فرهنگ‌ها اتفاقاً در این زمینه کمک باشن، ولی ظاهراً دارن به صورت عکس عمل میکنن. دقیقاً متاسفانه همینطوره. شما اگر به یکم عقب‌تر نگاه بکنید، به تاریخچه عقب‌تر برگردیم، زمانی که بحث ازدواج‌های دانشجویی و کارمندی مطرح شد تقریبا هیچ کس باور نمی‌کرد که این ازدواج اصلا صورت بگیره، بشه اینطوری ازدواج کرد، ولی فرهنگش تا حدودی ایجاد شد. حالا اینکه چقدر موفق بود یا موفق نبود جزء بحث امروز ما نیست، ولی یه حدی از موفقیت رو داشت. ولی این خرد فرهنگ باعث شد که افراد یاد بگیرن که میشه به این سبک هم ازدواج کرد. اما متاسفانه بقیه مسائلی که تو فرهنگ‌های مختلف هست و مسائل ریز و درشتی که مثل آداب و رسوم، مثل سنت‌ها، مثل حرف پدر بزرگ مادر بزرگ‌ها، حرف بزرگترها، مهریه، نمیدونم سالن عروسی باید فلان جا باشه و همه اینا دست به دست هم داده که این خرد فرهنگ‌ها به جای اینکه تشویق کنن ازدواج رو تخریبش بکنن و یک ترمز دستی کشیدن برای ازدواج و نقش برعکسی رو دارن عمل میکنن. حالا اینم نکته قابل بررسی است. اگه موافق باشید بخشی رو همکاران من آماده کردن با هم ببینیم. خواهش میکنم. در خدمت شما هستم. به نظر شما تجملات چقدر در موفقیت یه ازدواج میتونه مؤثر باشه؟ تجملات خب مسلماً در شکل گرفتن یک زندگی مادیات، خب اثر مادیات در حد نرمالش اثر مثبت داره، یعنی باید وجود داشته باشه. ولی خب بعضی موقع ها میبینیم که این مسائل مادی که در ازدواج پیش میاد خیلی بیشتر از حد نرمال یا بیشتر از اون چیزی که باید باشه است. خب مسلماً برای افرادی که خب تواناییشو دارن و به عنوان خب مهمترین حادثه زندگی یک زن و مرد هست که داره رخ میده و باز هم من فکر میکنم برمیگرد به میزان علاقه‌ای که اون زن و مرد به همدیگه دارن. یعنی هر چقدر این علاقه بیشتر هست، شما دوست دارید که ایثار کنید، دوست دارید طرفتون رو خوشحال کنید، شاید اون تجملاتی که ما میبینیم یک قسمتش از اون حس عشق و علاقه‌ای که پیش میاد که طرف داره و دوم اون توانایی که داره. حالا مثلا توانایی داره این کار انجام میده، ولی ما نمیتونیم اینو تعمیم به همه افراد جامعه بدیم که این یک چیز عامی در بیاد. کم هزینه بودن ازدواج یکی از ابعاد زندگی هست. بهترین رکن ازدواج اون
به اصطلاح پایه‌های تشکیل خانواده است که افراد همدیگه رو بشناسن، همکف همدیگه باشن و بتوانن به همدیگه زندگی بکنن. و رکن خیلی خوب ازدواج این هستش که به همدیگه احترام متقابل بگذارن و گذشت داشته باشن. تجملگرایی که به نظر من فقط کسایی که توی اون فرهنگ بار اومدن خیلی براشون مهمه، ولی اگه واقعا دقت کنین میبینین که کسایی که این کار کردن خیلی هم ازدواج موفقی نداشتن. خیلی هاشون مثلا حتی گاهی به طلاق کشیده شده سر همین تجملات. خیلی از جوان‌ها به خاطر این تجملات حتی ازدواجاشون رو به تعویق میندازن یا اصلا گاهی منصرف میشن از ازدواج کردن. بیشترین چیزی که تو ازدواج مهمه اینه که دو تا طرف تفاهم نظر داشته باشن. حالا یه وقت میبینی بیشتر تفاهمشون سر صرفه‌جویی، هر دو طرف راضین. یه بار میبینی نه خب تمکین مالی بهتری دارن، میتونن بیشتر خرج کنن، ولی صرفا نمیشه گفت خب هر کی تمکین مالیش خوبه، تمکن مالی داره، ازدواج موفقی داره. اصلا اینجوری نیست. من الان خودم شاید با حداقل زندگیمون رو شروع کردیم، ولی خب الحمدلله الان زندگی خوبی داریم، مشکل خاصی هم نداریم. دید غلطیه، ولی هر کسی از یک نوع شیوه زندگی لذت میبره. ما هم در مقامی نیستیم که در مورد این مسائل قضاوت کنیم و بگیم غلط یا صحیح، متوجهید؟ ولی من معتقدم اگر که ایجاد در واقع تجملات خاص برای برقراری یک مراسم ازدواج مانع هست، اون مانع نباید هدف رو تحت شعاع قرار بده. به نظر من میشه ترکش کرد. یعنی این که بگم نه اثر مطلقی داره، اگر نباشه نمیشه، تو ذهن من نیست، نه. ولی خب تو ذهن اونهایی هم که این موضوع بزرگ هست و برجسته هست رو هم ما نمیتونیم بگیم لزوما بده. حالا خودشون دارن هدفشون رو از دست میدن یا به تعویق میندازن. آقا یا خانومی که داره به خاطر این موضوع ازدواجش رو به تأخیر میندازه، این داره شروع زندگی در واقع اجتماعی اصلیش رو که با همسری زندگی کنه رو به تعویق میندازه. اون خودش رو داره محروم میکنه به خاطر اینکه حالا مسائل پیش زمینه رو برای خودش بزرگ کرده. نمیتونیم بگیم لزوما هم بده. شاید از این موضوع اونها لذت ببرن یا شاید تمام آرزوشون به این شکل باشه. با برنامه به توان 4 در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان من تماس تلفنی گرفتن با سرکار خانم نوابی نژاد. خدمتتون سلام عرض می‌کنم خانم دکتر. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون. بفرمایید. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما. صدای ما رو دارین؟ خدمت بینندگان محترمتون هم و همه عزیزانی که زحمت می‌کشن در شبکه 4 سلام عرض می‌کنم. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. شما از سابقون این حوزه هستید. خانم دکتر گزارش ما رو دیدید؟ کم و بیش بله. خوشحال میشیم نظرتون رو بشنویم. والا من به نظرم میرسه که شما مباحث خیلی مهمی رو مطرح کردید. ما باید به دنبال ازدواج آسان ولی موفق باشیم، نه اینکه صرف ازدواج آسان. این موفقیت کنار ازدواج آسان بسیار بسیار حائز اهمیته. مواردی که مانع این ازدواج موفق یا ازدواج آسان هست رو باید از بین بره. متاسفانه یک بخش اینها دیگه فرهنگ سازی شده در جامعه، به غلط فرهنگ سازی شده. خیلی ها معتقدند که خب تجملاتی رو که ما برای ازدواج در نظر میگیریم، بحث های مهم خیلی از خانواده ها برای به اصطلاح جلسه بله برون، مسائلی است که به نظر من که 4 دهه دارم کار مشاوره پیش از ازدواج یا خانواده درمانی میکنم، یک دونش نقش نداشته در موفقیت زندگی زناشویی. نه تعداد مهمان ها، نه نوع سالن، نه جواهراتی که خریداری شده، نه نوع شام، نه تنوع شام، هیچ کدوم یا مخریه زیاد، هیچ کدوم اینها رو من به عنوان یک عامل تضمین کننده، به عنوان یک پیشکسوت و کارشناس خانواده ندیدم در زندگی زناشویی که واقعا به استحکام خانواده، به افزایش عشق خانواده، به غنی‌سازی روابط بین زن و شوهر واقعا بیانجامه. من متاسفم که هنوز هست خیلی از خانواده ها اولویت ها رو در مسئله ازدواج که مهمترین اتفاق زندگی یک زن و مرده واقعا کنار گذاشتن و به مسائلی میپردازند که
اینها در تضمین یک زندگی موفق خوب نقشی ندارند واقعا. خانم دکتر چه اتفاقی افتاد؟ اون فرهنگی که ما در گذشته داشتیم و اینجور مطالب و مسائل توش نبود، چه بلایی سر فرهنگ ما اومد؟ عوامل مختلفی هست. یکی از دلایلش همین تجملگراییه که چقدر خوب برخی از بینندگان شما اشاره کردن بهش. واقعا برخی از اینها چشم همچشمیه. شما الان ببینید مثلا مهریه های 1000 تا سکه، 1500 تا سکه، 2000 تا سکه، استدلال خانواده این هست که دختر عمو این مقدار، خواهر بزرگ این مقدار بوده و غیره. و شما آمار طلاق رو ببینید، آمار کسانی رو که به خاطر اینکه پرداخت مهریه ها الان پله های این دادگاه ها رو بالا و پایین میرن. شما ببینید چقدر اختلاف، چقدر درگیری. الان دیگه بحث های مشاوره پیش از ازدواج، مهریه های بالا و حق طلاق، یعنی از همون لحظه اول بحث اینه که اگر این زندگی فردا نشد حالا چه بکنیم. یعنی خب این انگیزه برای ازدواج خیلی بده، این غلط ترین انگیزه است برای ازدواج. به تعبیر خشت اول دارن کج میذارن جوانای ما. بله، در حالی که مسائل خیلی مهمتر هست. مسئله مهم سلامت روانه، مسئله مهم اخلاقه، مسئله مهم میزان تعهد، مسئله مهم تربیتی است که این دختر و پسر در خانواده اصیل خودشون شدن. ایناست عواملی که تضمین کننده است. اخلاق، پایبندی به ارزش هاست. حالا اگر یک خانواده‌ای متمکنه، هم خانواده دختر هم پسر در حد معقول میخوان خرج بکنن، ولی این نباید به عنوان یک فرهنگ بشه و این نباید به عنوان این بشه که اگر خانواده‌ای پسر خوبی با شرایط خوب میخواد ازدواج بکنه ولی دستش تهیه، که باید هم تهی باشه، یه پسر جوونی که تازه درسشو خونده یا تازه وارد بازار کار شده ولی برای سلامت خودش میخواد یه زندگی خانوادگی تشکیل بده، متضرر بشه و بره زیر بار قرض و بدهی و اینها، به خاطر اینکه خانواده دختر یا خانواده خودش به خاطر چشم همچشمی نمیخوان از همسایه، فامیل، دوست و غیره کم بیارن. به نظر من رسانه‌ها اشتباه بزرگی میکنن در اینکه اصلاح این آداب و سنن و رسوم غلط رو در اولویت برنامه‌هاشون قرار نمیدن. ولی ما چرا باید انقدر شاهد اختلافات زناشویی و آمار بالای طلاق باشیم؟ خانم دکتر اشاره کردید به این که ممکنه بعضی از خانواده‌ها از تمول برخوردار باشن. از شما میخوام اینو بپرسم، اگر بضاعت اقتصادی دارن بهتره این رو در زمان ازدواج تو کدوم مرحله هزینه کنن؟ قبل از ازدواج، موقعی که بعد با آشنا بشن، مشاوره بگیرن، یا بعد توی مراسماتی که بهش اشاره کردید؟ نه، اولا که به شدت به مشاوره پیش از ازدواج امروز من به عنوان یک الزام و به عنوان یک ضرورت اعتقاد دارم، به خاطر اینکه در گذشته نه چندان دور ما هرگز انقدر ازدواج‌های میان فرهنگی نداشتیم، ازدواج‌های دانشجویی نداشتیم. بنابراین همدیگر رو خیلی خوب نمیشناسند. در درجه اول باید همدیگر رو بشناسن. حتی یک گام قبل از اون باید هر کسی دختر پسری که میخوان ازدواج کنن اول خودش رو بشناسه، توانایی‌ها، قابلیت‌ها، ارزش‌ها، علایقش. دقیقاً این نکته بسیار مهمیه که آدم اول خودش رو بشناسه، بله. بعد بره به سمت ازدواج. به هر کسی رو که میخواد یک عمر باهاش زندگی بکنه، این کار رو یک مشاور متخصص بهتر از هر کسی میتونه تو جامعه انجام بده، به خاطر اینکه نه درگیری عاطفی داره با این دختر و پسر و یا با خانواده های اونها. درجه دومم باید مورد وثوق و اعتماد اون دو تا خانواده باشه و سوم هم باید تخصص داشته باشه. امروز طلاق‌ها و اختلاف‌های زن و شوهر در 3 سال اول زندگی صرفاً به دلیل انتخاب غلطه و یا اولویت بندی‌های غلط هست. به نظر من خانواده‌ها باید یاد بگیرن رو اون عواملی که تأثیرگذار بر زندگی بچه‌هاشون رو اونا سرمایه گذاری بکنند. و الا الان بسیاری از دختر و پسرهای ما برای عروسی آمادن، نه برای ازدواج و تشکیل خانواده. اونایی رو که عرض کردم لباس و مهمونی و مهمان و سلمونی و نمیدونم
گل دست عروس، اینها آمادگی برای عروسیه، اصلا بحثی از ازدواج و تشکیل خانواده نیست، در حالی که اون هدف مقدس و با ارزش که هم در فرهنگ ما و هم در دین ما مورد تأکیده که مودت و رحمت ایجاد میکنه، این اون تشکیل خانواده است. ازدواج یک دختر و پسر با هم بنا کردن یک ساختمان، یک جای مقدسی است که یک عمر قراره در اونجا خودشون رشد بکنن و بچه‌هایی رو تربیت بکنن و جامعه رو در واقع به اطلاع برسونن، جامعه سالم رو بسازن. خانم دکتر، به عنوان آخرین سوال، زیاد نمیخوایم مزاحم شما بشیم، در حوزه فرهنگ سازی برای اصلاح این جمع همه این اشکالات و اختلالات چه پیشنهادایی دارید؟ در درجه اول من احساس میکنم که مسئولیت اصلی با رسانه هاست. رسانه ها ساعتهای پربیننده هر شب 10 دقیقه 5 دقیقه یه بخش مهمی رو، یه پیام مهمی رو که دلنشین باشه، جذاب باشه، حالا با همون هنرهای رسانه‌ای واقعا خانواده ها رو جذب بکنه این پیام ها که بدونن زندگی زناشویی، زندگی موفق، استحکام خانواده رو چه پایه هاییه. اینقدر روی به اصطلاح چیزایی بنا نکنن که خیلی زود از بین بره. شب عروسی که تمام بشه، پاتختی که تمام بشه، خیلی از اینها محو میشه. دیگه میمونن 2 تا آدم با 2 تا شیوه تربیتی، با 2 سری ارزش‌ها، با یه مجموعه از تجارب قبلی خوب و بد و خدای نکرده برخی از اختلالات و ناهنجاری‌های رفتاری. چرا باید یه زندگی زناشویی این گونه باشه؟ خانم دکتر، مراکز آموزشی چی؟ دانشگاه‌ها، مدارس، خصوصا مدارس از ابتدایی، حتی ابتدایی به نظر من از سالهای 4 و 5 ابتدایی باید شروع بکنن این رو. یعنی اهمیت خانواده رو منتها در قالب هنر، در قالب تصویر، در قالب رنگ، زیبایی، در دوره راهنمایی در ارتباط با بلوغ، یعنی آغاز اون تلنگر اولیه برای اینکه دختر و پسر کم کم به سمت رشد حرکت کنن برای مرد شدن و برای زن شدن و برای مسئولیت پذیری به عنوان زن، شوهر، پدر، مادر، شهروند مسئول و این موارد. و دانشگاه ها جای اینا همه خالیه الان. خلای بزرگی تو این زمینه ها ما داریم و از همه مهمتر گسترش فرهنگ مشاوره پیش از ازدواج که الان یک کمی بهتر شده ولی به عنوان یک الزام نیست. الان تازگی ها، یعنی تو این 5 سال اخیر خانواده هایی میگن ما بررسی هامون رو کردیم، تحقیق هامون رو کردیم، اگر شما به عنوان مشاور تأیید کنید که از نظر سلامت روان یا مواردی که شما مد نظرتونه مشکل ندارن، ما تاریخ عقد رو میگذاریم. خیلی ممنون خانم دکتر از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتید. برای شما آرزوی سلامتی میکنیم. همه جوانامون موفق باشن، شما هم در رسالتتون مؤید بشید. انشالله. از شما تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آقای قاسمی ظاهرا تماس داشتین. بله، پیامک بسیار داریم. من اگه اجازه بدین 2 تا از پیامک‌ها رو خدمتتون بخونم. آقای پیامک زدن که من 26 سالمه، خانواده انتخابی برای زندگی من کردن که من خودم راضی نیستم و خانواده هم اجازه انتخاب به خودم نمیدن. من نمیدونم باید چیکار کنم، ممنون میشم راهنمایی کنید. و پیامک دیگه‌ای داریم زدن من دختر 23 ساله هستم و تک دختر خانواده و فرد زندگیم رو انتخاب کردم و خانواده هم با انتخاب من مشکل ندارن، ولی تنها مشکل این هست که خانواده من تقاضای مهریه بالا کردن که خانواده پسر نمیتونن بپذیرن و این هم موجب به هم خوردن ازدواج داره میشه. گفتم ممنون میشم راهنمایی کنید و راه حل رو بگید براش. سپاسگزارم. خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید، اول یه توضیح کوچیک بدم درباره سوال دوم. فکر میکنم این رو اول توضیح بدیم بهتر هستش. بحث مهریه موضوعیه که خیلی امروز سر و صدا کرده. این قضیه تا چند سال پیش اینقدر پر سر و صدا نبود، ولی توی چند سال اخیر به عنوان یک بیزینس، به عنوان یک تجارت دیگه داره مطرح میشه متاسفانه و افراد زیادی باهاش دارن دست و پنجه نرم میکنن. دلایلش هم خیلیاش مشخصه. متاسفانه توی خانواده های ایرانی مهریه به عنوان تضمین برای عروس، برای دختر،
در نظر گرفته میشه و این کاملا غلطه. همونطور که خانم دکتر فرمودن مهریه هرگز تضمین نبوده و نخواهد بود. انقدر مسائل مهمتری هست توی زندگی که مثل تعهد، مثل صداقت، مثل اخلاقیات که اونها میتونن تضمین کننده یک رابطه یعنی باشن. وقتی درکی باشه در موردی که ما تضامین دیگری داریم به صورت جدی‌تر، از این موضوع فاصله خواهیم گرفت. دقیقاً همینطوره. ولی متاسفانه به دلایل خیلی زیادی که هممون میدونیم و نیاز نیست دربارش خیلی توضیح بدیم، فکر میکنن خانواده‌های ایرانی به خصوص خانواده دختر خانم‌ها که مهریه رو به عنوان تضمین برای همسر دخترشون در نظر بگیرن و این اتفاق داره بدتر و بدتر هم میشه. یعنی اصلا بهبود پیدا نکرده توی چند سال اخیر با همه تبلیغاتی که شده، با همه اون تصاویری که ساخته شده توسط رسانه ها، تلویزیون، صدا و سیما، ولی هیچ تغییر مثبتی ما اصلا نداشتیم توی سالهای اخیر، بلکه این مسئله رو دیدیم که داره بدتر هم میشه. چرا اینطوره؟ به هر حال ساده ترین روش بحث آزمون و خطاست دیگه. همه دارن آزمون میکنن، متاسفانه نتیجهش هم میبینن. درسته. پس چرا اصلاح نمیشه؟ به خاطر اینکه اعتماد وجود نداره. این اعتمادی که خدشه‌دار هست از اول، یعنی از اول رابطه پدر و مادرها اعتماد ندارن، خانواده ها اعتماد ندارن، اطمینان ندارن، به خاطر اینکه ما توی جامعه میبینیم که هر روز دروغ‌های بزرگتری گفته میشه، هر روز اتفاقهای بدتری داره میفته و طلاق داره بیشتر میشه، اتفاقهای بد داره بیشتر میشه. فکر میکنن به اشتباه البته که با افزایش مهریه میتونن تضمین کنن این رابطه رو، ولی این اتفاق اصلا نمیفته، برعکس میشه. در مورد سوال اول هم ببینید، ما خانم دکتر حرف خیلی خوبی زدن. ما اگر بتونیم این فرهنگ سازی رو داشته باشیم که مشاوره قبل از ازدواج یک چیز ضروری و لازمه، چیزی نیستش که خوب باشه، فقط چیزی نیستش که ما بگیم چقدر خوبه اگه این کار رو بکنیم، چقدر کار مثبتیه. واقعا اینطور نیست، یک مسئله لازم و ضروریه. هزار نفر در تمام ایران و در سراسر دنیا هم همینطوره، ولی در ایران متاسفانه این قضیه، حالا چون شاید ما خودمون از نزدیک داریم میبینیم، برامون بزرگتر هست ماجرا. داریم میبینیم افرادی میان مراجعه میکنن به من، همکاران من، که به خاطر مهریه دارن جدا میشن، به خاطر مهریه، به خاطر نمیدونم ازدواج اشتباه بدون شناخت، به خاطر خانواده ها، به خاطر هزاران مسئله دارن از هم جدا میشن و این موضوع واقعا داره بنیاد خانواده رو کلا از هم میپاشونه. اگر ما یاد بدیم به مردم از طریق صدا و سیما، تبلیغات، که به نظر من آموزش و تبلیغات این دو تا رکن رو اگر ما ببریم بالا خیلی موفقیم. من نمیتونم به یک جوون 26 ساله، سوالی که پرسیده بودن، به یک نفر یک راهنمایی بکنم و انتظار داشته باشم که این آدم 100% نتیجه بگیره از این راهنمایی 5 دقیقه‌ای 10 دقیقه‌ای که یک حالت عمومی داره و من نه ایشون رو میشناسم، نه همسرشون رو، یعنی در واقع اون خانومی که انتخاب کردن، نه خانواده‌شون رو، نه خانواده اون طرفی که خانواده انتخاب کردن. اتفاقا می‌خواستم من به همین نکته اشاره کنم خانم دکتر. ببینید ای بسا همین مشاوره قبل از ازدواج یه جور درمان موقت باشه. همونطور که خانم دکتر نوابی نژاد هم اشاره کردن، بحث آموزش اگر واقعا از ابتدایی، حالا نظر شخصی من اینه که از اول ابتدایی حتی از مهد کودک شروع بشه. بله. یعنی اون شخصیتی که لازم هست برای این که یه زمانی برسه به بلوغ فکری برای ازدواج، از همون موقع من فکر میکنم سنگ بناش باید گذاشته بشه، خشت اول باید صاف و درست گذاشته بشه. اگر ما اون فضا رو ایجاد کنیم، ای بسا خیلی دیگه مشاوره قبل از ازدواج به این اندازه ضروری و جدی نباشه. چرا توی بخشی ممکنه لازم باشه، ولی میخوام بگم ما اونجا یه نقص عمده و بزرگی داریم. درسته. ببینید حرف شما تا حدودی درسته، ولی یک مسئله رو باید در نظر بگیریم. ما وقتی که مشاوره رو در نظر میگیریم، بحث 2 نفر رو داریم مشخص، با 2 تا خانواده مشخص. ولی آموزش یک امر کلیه. ما آموزش میدیم، بله باید داشته باشیم آموزش رو، به قول شما از اول ابتدایی و از مهد کودک ما باید یاد بدیم، چون انسان محصول یادگیریه و اگر این یادگیری از اول اشتباه باشه، ناقص باشه یا اصلا نباشه، قطعا به مشکلات بزرگی برخورد میکنیم. ولی بحث آموزش یه بحث جداست، بحث مشاوره قبل از ازدواج یه بحث دیگه است. عرض من اینه که اول ما اون نفرهایی که شما میفرمایید یک نفر میخوان بیان خدمت مشاورات، اول اون آمادگی رو داشته باشن، اون بلوغ فکری ساخته شده باشن، خودشون رو بشناسن، بعد بیان اونجا به قول شما حالا نفر به نفر با ویژگی‌های خاص
اون خانواده. بله دقیقاً همینطوره. میدونید مثلا شما توی یه سری از بیماری‌های روانی، توی یک سری از اختلالات روانی میبینید که افراد هر دو اختلال روانی دارن ولی میتونن با هم خوب زندگی کنن. یعنی مثلا توی بیماری سادیسم و مازوخیسم به عنوان دگر آزاری و خودآزاری، این دو نفر میتونن خوشبخت زندگی کنن. هر دو بیمارن ولی خوشبخت زندگی میکنن چون بیماریاشون به همدیگه میخوره. این کاملا مسئله اشتباهیه. در واقعیت دو نفر بیمار زندگی خوبی نخواهند داشت بالقوه، ولی میبینی که خوب دارن زندگی میکنن. یا افرادی که از نظر شخصیتی فرمان بردارن، کسانی که قبول میکنن که سلطه پذیر باشن، با فردی که سلطه‌گر خوب زندگی میکنن. بنابراین ما وقتی که آموزش میدیم، یه بحث رو داریم یاد میدیم به افراد، به اون نوجوان، به اون کودک، به اون جوان، ولی وقتی که مشاوره قبل از ازدواج میذاریم، نیمرخ شخصیتی این افراد رو ترسیم میکنیم که آیا این فرد با این شرایط فرهنگی، با این شرایط اقتصادی، خانوادگی و هزاران فاکتور دیگه، هزاران عامل دیگه میتونه با فرد دیگری در کنار هم زندگی خوبی رو شروع بکنن یا نه. بحث درمان موقت از نظر من درست نیست، به خاطر اینی که به نظر من این یک برگه گارانتیه، یک برگه تضمینه. قطعاً تضمین 100% نیست ولی خیلی کمک کننده است. اگر ما این فرهنگ رو جا بندازیم از طریق صدا و سیما، از طریق تلویزیون، تبلیغات، همونطور که خانم دکتر فرمودن، ما یاد بدیم به مردم. الان هزاران سریال داره پخش میشه، هزاران برنامه روانشناسی داره گذاشته میشه، ولی واقعاً کدومش به شکل سازنده، به شکل سیستماتیک اومدن روی این مسئله آموزش دادن، یک برنامه خیلی صحیح، منطقی و معقول، کدوم برنامه تونسته مردم رو از تعارض در بیاره؟ با وضعیت اقتصادی که ما امروز در ایران میبینیم، واقعاً آیا میشه ازدواج بی هزینه باشه؟ خیر. پس ما اگر بیایم تبلیغ بکنیم که ازدواج بی هزینه داشته باشید، عملاً دروغ گفتیم و شنونده من و شما هرگز باور نمیکنه. ولی اگر بهش یاد بدیم، آموزش بدیم، بهش مشاوره بدیم و کمک بکنیم که ازدواج کم هزینه رو یاد بگیره، یک نهاد، یک سیستم براش درست بکنیم، بله 100% معقول خواهد بود. بنابراین هم آموزش باید داشته باشیم، هم مشاوره قبل از ازدواج، هر دو در کنار هم. قطعا. متشکرم از توضیحات شما. دوستانم بخشی رو آماده کردن، با هم ببینیم. هستیم خدمت شما. ازدواج کم هزینه چقدر در دوام زندگی میتونه موثر باشه؟ خب فکر میکنم ازدواج وقتی ساده باشه، اون شما هدف رو بیشتر میبینید. هدف زندگی کردن یک زن با یک مرد و یک مرد با یک زن بیشتر نمود پیدا میکنه. مسلماً بیشتر دو طرف فکر میکنن و برای رسیدن به خوشبختی واقعی تلاش میکنن، برای رسیدن به، چون یک اصل هست که تمام مردم دنیا بهش ایمان دارن، اینکه حقیقت و زیبایی در سادگی هست و هرچی این سادگی بیشتر نمود پیدا میکنه شما رو تحت تأثیر قرار میده. من فکر نمی کنم حداقل ها تجملات و حتما احتیاجه، ولی خب اگه از اون منظر که لوکس زندگی کردن میتونه دلیلی بر استحکام خانواده باشه، قطعا نمیتونه باشه، ولی اعتقادم اینه که به هر حال پول وسیله خوشبختیه. ما باید این راه خوشبختی رو اول آموزش بدیم، فرهنگش رو جا بندازیم برای کسایی که دارن و هی هم بخوایم بگیم آقا با پول نداشتن میشه زندگی کرد. من احساس میکنم اونم یه آزمون و خطاییه که داریم باز دوباره اشتباه، به خاطر اینکه فقط جوونامون ازدواج کنن. نمیشه تاثیر مستقیم مثلا بگی هر کی کم هزینه است موفقه، هم هر کی تجمل گرای ناموفق. به نظرم نمیشه ارتباط کاملا مستقیم گفت، ولی از اون ورشو میشه گفت که مثلا تجملات خیلی زیاد، یعنی فشار آوردن به فرزند خانواده پسر یا خود پسر، خیلی کینه ها رو ایجاد میکنه، ناراحتی ایجاد میکنه بین خانواده ها، که همین باعث میشه با اینکه شاید طرف تمکن مالی هم داره ولی این ناراحتی ها، دلخوری ها، توقعات بالا، اینا خودش باعث میشه که دو تا طرف از دست هم دلخور بشن و زندگی شاد و با نشاطی نداشته باشن. هرچی قانع‌تر بهتر، شاید توی آینده با مشکلات کمتری مواجه بشیم. با ما همراه باشید.
متشکریم از اینکه با ما ارتباط برقرار کردید، پیاماتون رو میفرستید. آقای قاسمی هم پیاما رو دارن رصد میکنن و در فرصت مقتضی مطرح خواهند کرد. در خدمت آقای دکتر صبحی قراملکی هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام، وقت شما بخیر. خیلی متاسفیم که شما به جمع ما در استودیو نرسیدید. ظاهرا ترافیک بود، مشکل بود، هر چی بود. اما به هر حال خدا رو شکر میکنیم که تلفنی در خدمتتون هستیم. آقای دکتر گزارش ما رو دیدید یا شنیدید؟ بله. موضوع برنامه هم که احتمالاً میدونید. بله. پس نظرتون رو بشنویم. بله. از کنم خدمتتون که اولا کم سعادتیه که فرصت نشد حضور خدمت. خواهش میکنم. از بنده بود کم سعادت. سعادت مضاعف از این که نظر کارشناسان محترم و همشهریان عزیز رو شنیدم، خیلی خوشحال شدم. اما برای اینکه از وقت خوب استفاده کنیم، منم تو احتمال قطعی تلفنی اینا هست، از کنم خدمتتون که در خصوص رابطه هزینه ازدواج با سلامت یا موفقیت ازدواج، من از کنم که نظرم یه نظر بینابینیه، نه به هزینه زیاد اعتقاد دارم و نه کم هزینه، چون اون هم طبقات خاص خودشو داره. من رابطه این دو رو در هزینه معقول و مناسب میبینم. یعنی حتی اگر هزینه کمتر مصرف بشه یا کمتر بشه، بالاخره از نظر کیفیت تاثیرات منفی خودش رو خواهد گذاشت. اسمش هم نوشه. شما وقتی راجع به چیزی هزینه کمتر از اندازه بذارین، اون هدف نهایی به دست نخواهد آمد. اما در خصوص این مسئله که بعضی از ازدواج‌ها همراه با هزینه زیاد و غیر ضروری هست، عواملی که مؤثره چند مورد میتونم نام ببرم، اما قبل از اون خدمتتون عرض کنم که پاسخگویی دقیق و علمی به این مسئله نیاز به پژوهش‌های منسجم و بومی داره که متاسفانه فعلا به صورت دقیق اینا رو نداریم. اما از عواملی که میتونه تاثیرگذار باشه، یکی بحث توانایی اقتصادی افراده. بالاخره یه مقدار از درصدها رو به خودش اختصاص میده. هر کس توان مالی بالا یا خوبی داره، متعاقب اون خوبم میتونه خرج بکنه. از یه درصد جزئی مربوط به این مسئله هست، اونا که دستشون بازه، امکانشون هست، امکان خرج کردن دارن و خرج میکنه. اما بحث اصلیات عامل بعدی به نیازهای انسان برمیگرده. من این عامل به دو قسمت، نیاز درونی و بیرونی تقسیم میکنم. هرچه نیازهای انسان یا هدفی که در این ازدواج و هزینه داره اینو معطوف به نیازهای درونیش بکنه، بر اساس امکانات و نیازهای درونی خودش خرج میکنه. یعنی اینجا بیشتر ارضاء درونی خودش رو در مد نظر داره و تا جایی که ممکن باشه از هزینه‌های اضافی پرهیز میکنه. اما اگر معطوف به نیازهای بیرونی باشه، چون ریشه در درونه اما ظهورش، تجلیش در خارجه، عواملی باعث میشه که بعضی از انسان‌ها یا افراد این مسائل پرهزینه رو بیارن. از جمله دلایل این نیازهای در بیرونی میتونه یکی رقابت باشه که به دلایل مختلف افراد ممکنه که با پسر عموش، دختر خالش، نمیدونم همسایش، همکلاسش رقابتی داشته باشه. یه بحث دیگه میتونه عامل حسادت باشه که ریشه روانشناختی داره. یه بحث دیگه ممکنه طرح ابراز وجود باشه که فرد میخواد خودش رو طرح بکنه. بحث بعدیمون خلاهای عاطفی که تو این مورد تاکیدم زیاده. کسانی که به هر دلیلی به ازدواج‌های پرهزینه رو میارن، بالاخره از نظر عاطفی و روانشناختی یه جای مسئله‌ای دارن. نمیگیم که حتما منفی یا مشکل، ولی بالاخره نیاز به رسیدگی خاصی هست. من نمیدونم صدام الان هستش یا نه. بله آقای دکتر داریم میشنویم. بله، عرض کنم خدمتتون یادگیری‌های غلط میتونه باشه، مدلینگ میتونه باشه، بحث همون رسانه ها میتونه باشه که اون همکار عزیز و کارشناسون هم اشاره کردن. ما به جای اینکه مثلا تو سریال هامون، برنامه هامون روابط صحیح، انتظارات مناسب، هزینه های معقول رو تبلیغ بکنیم، معمولا سریال هامون، فیلم هامون طوری هست که غیر واقعی ازدواج‌های آنچنانی رو نشون میده که در حال حاضر در جامعه ما جز 1-2% از مردم ما قادر نیستن که چنین ازدواج‌هایی رو برگزار بکنن. بحث بعدی میتونه درخواست طرف
مضابط باشه، یعنی عامل سوم. پس توانایی اقتصادی، نیازهای درونی بیرونی. عامل سوم درخواست طرف مقابل. بعضی وقتا می‌بینیم که همونطور که خانم دکتر گفتن آموزش‌های پیش از ازدواج یا مشاوره‌ها انجام نمیگیره اونطور که باید و شاید. افراد از هم شناخت ندارن و بعضی از انتظارات رو به هم تحمیل میکنن. حتی یکی از طرفین علاقه یا مثلا عقلانیتی در این کار نبینه، اما به لحاظ رضایت طرف مقابل تن به این ازدواج‌های پرهزینه میده. مورد بعدی یا عامل چهارم میتونیم انتظارات کاذب دیگران رو در نظر بگیریم. شما فرض بکنین اگر قرار بود امروز من حضوراً خدمت برسم، به عنوان یک معلم دانشگاه مردمی انتظاراتی دارن، اما این انتظارات ممکنه که مبنای واقعی نداشته باشه. فرض بکنید به عنوان معلم دانشگاه میتونم با اتوبوس بیام مصاحبه شما، میتونم سوار تاکسی بشم، میتونم آژانس داشته باشم، میتونم با ماشین شخصی بیام و مدل های مختلف بیام. ولی این که انتظار داشته باشیم حتما کسی که میاد تلویزیون مصاحبه انجام میده حتما باید آخرین مدل ماشین سوار بشه، این مثلا باید ببینیم که کدام عقل کدام منطقی رو میتونه بگه. آقای دکتر تو صحبتاتون ببخشید ما چون فرصتمون هم کمه، تو صحبتاتون به این اشاره کردید که ما یه طرح جامعه‌ای نداریم. به نظر شما نمیرسه که این تو حوزه‌های دانشگاهی قابل بررسی باشه روش کار کنن؟ بله، اصلا از کردم که محلش محیط‌های آکادمیک دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالیه، اما از نظر عملیاتی یا مأموریتی بردمون از سطح خانواده‌ها و مهد کودک‌ها باید شروع بشه. بله، بحث آموزش از اونجا شروع بشه، اما من شنیدم که تو کشورهای بعضی از کشورها حتی به یک کتابچه رسیدن که وقتی دو نفر میخوان با هم ازدواج کنن یک کتابچه‌ای به اینا میدن، مجموعه‌ای از سوالات مختلف، این سوالات رو میبینن، پاسخش رو میدن، بعد جمع‌بندی رو اون مشاور انجام میده که حالا شما چند درصد با هم احتمال یه زندگی خوب رو دارید. بله، ضمن تایید فرمایشتون پس من یه مسئله رو از اقدامات سازمان نظام روانشناسی و مشاور کشور خدمتتون خیلی عالی، خواهش میکنم خلاصه بفرمایید. که ببینیم ما برای ازدواج سالم دو فرد رو مجبور میکنیم، وادار میکنیم تست‌های جسمانی و پزشکی بدن و تا زمانی هم که این گواهینامه‌های مربوطه ارائه نشه ثبت قانونی ازدواج صورت نمیگیره. حالا نه تنها اون کتاب‌هایی که شما فرمودین، ما از طریق سازمان دنبال این مسائل هستیم که همونطور که افراد به یک سری آزمایشات جسمانی میفرستیم، اصلا اینها باید به یک سری آزمایش‌های روانشناختی عاطفی ارجاع داده بشن، یک سری مشاوره‌های فردی و زوجی روی اینها صورت بگیره و اون گواهینامه مربوطه رو، این که مثلا آسیب کمتری، خطر کمتری این زندگی مشترک تهدید بکنه، اون موقع این گواهی صادر بشه. به هر حال ما امیدواریم آقای دکتر این حرکت خیلی جدی بشه و به یه طرح جامعه‌ای برسیم که از وضعیت موجود به سمت پیش حرکت کنیم. از شما خیلی تشکر میکنم و امیدوارم تو برنامه‌های آینده شما رو در استودیو ملاقات کنم. خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم. ان شاءالله که بتونیم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار شما. آقای قاسمی جانم در خدمت شما هستم. بله، ببینم سوالا زیاده. خیلی پیامک داشتیم از این برنامه، خیلی استقبال کردن مردم عزیز. من چند تاشو خدمتتون میخونم. پسری هستم 24 ساله و تحصیل کرده و خوشبختانه شغل مناسبی دارم، ولی هر بار که صحبت ازدواج در خانواده مطرح میکنم هیچ ارزشی قائل نمیشن برای صحبت‌های من و میگن زوده. گفتن که در مورد این موضوع صحبت کنید که من ادامه سوالا رو ازتون بله بزنید یکی سوال پیش بریم. خواهش می‌کنم. بسیار خوب، حتما. ببینید ما وقتی که به بحث سن میرسیم دو تا مسئله رو باید در نظر بگیریم. همه ما یه سن تقویمی داریم، یک عددی هست که توی شناسنامه‌های ما ثبت شده که 24 26 50 60 و یک سن عقلی یا در واقع یک بلوغ عقلی داریم که اون عدد هم باید در نظر گرفته بشه. متاسفانه توی جامعه ایران خیلی روی این مسئله توجهی نمیشه که واقعا اون خانم یا آقایی که میخواد ازدواج کنه، آماده ازدواجه، آیا به بلوغ فکری هم رسیده؟ علاوه بر سن تقویمیش، سن عقلیش هم آمادگی ازدواج رو داره یا نه؟ ما خیلی از افراد رو داریم
که در سن 18 سالگی واقعا به بلوغ فکری میرسن و آمادگی ازدواج رو شاید داشته باشن. هرچند توصیه نمیشه، به خاطر اینکه چه بخوایم چه نخوایم، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، سن تقویمی همیشه تأثیر خودش رو میذاره. ولی خب واقعا این رو باید بهش اهمیت بدیم که اون سن عقلی فرد یا اون بلوغ فکری، عاطفی، هیجانی و روانی فرد هم آمادگی اون ازدواج رو داره یا نه. برای مورد ایشون و هزاران مورد مشابه باید بگم که متاسفانه نمیشه الان قضاوت کرد. یعنی به این سادگی نیست که ما بگیم که خب ایشون آماده ازدواج هستن، حتی بر فرض اینه که بلوغ فکری، عاطفی، روانی، هیجانی هم دارن، آیا حالا ازدواج بکنند یا نکنن. نمیشه این رو به قطع و یقین گفت. این مستلزم این هستش که اون فرد رو واقعا بشناسیم. آزمون‌های روانشناختی که خیلی مهم هستن، همونطور که آقای دکتر گفتن، متاسفانه خیلی بهش اهمیت داده نمیشه، ولی اینها عواملی هستن که همه دست هم میدن که اشاره کنیم خانم دکتر. بله. برای اینکه کسی بفهمه به اون بلوغ فکری لازم رسیدن، تو مشاوره میتونه به این نتیجه برسه. 100% مشاوره تاثیرگذاره. یک تاثیر بسیار چشمگیری داره. بنابراین برای حالا مورد ایشون و موردهای مشابه باید بگم که خانواده ها باید خیلی عمیق‌تر به قضیه توجه بکنن، به خاطر اینکه ببینن فرزندانشون آیا سن ازدواجشون حالا به غیر از سن تقویمی از نظر روانی، عاطفی، هیجانی آماده هست یا نه. بعضیا در سن بالاتر آماده نیستن، بعضیا در سن پایینتر خیلی آمادن. سپاسگزارم. یه سوال دیگه پرسیدم، پسری 32 ساله هستم که خانواده میخوان من با دختری از فامیل که 16 سال دارد ازدواج کنم. به نظر شما این تفاوت سنی باعث مشکل نمیشود؟ خواستم راهنمایی کنید. و من خواهش میکنم مختصر بگید که سوال بیشتری مرور کنید. سعی میکنم خیلی کوتاه بگم. چشم. ببینید، من همه مراجعای خودم که میان همیشه یک جمله رو بهشون میگم که اگر تمامی عوامل مثبت باشه، بقیه مشکلات حل شده باشه، مسائل فرهنگی، مسائل خانوادگی، مسائل اقتصادی و هزاران مسئله دیگه به نسبت خوب باشه، مناسب باشه، سن تأثیر خیلی زیاد نداره. ولی این واقعیت رو باید در نظر بگیریم که علم ثابت کرده که تفاوت سنی در این حد همیشه عامل منفی بوده و هست و خواهد بود. ولی واقعا اگر عوامل دیگه مثبت باشه و فقط مسئله سن مطرح باشه، میشه روی این قضیه کار کرد. یعنی چیزی نیستش که ما بگیم نه، یک خط قرمز کامل بکشیم روی سوال و بگیم که 100% این پرونده بسته است. ما سعی میکنیم که پرونده رو باز نگه داریم تا وقتی که واقعا مطمئن بشیم که این کار درستی نیست. متشکرم. با توجه به اینکه 1 یا 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگر جنبندی داریم 1 دقیقه. یک جنبندی. خواهش میکنم. من خیلی خوشحالم که اینجا هستم و تبریک میگم این روز عزیز رو به همه بیننده ها، همه شنونده ها، و آرزو میکنم قلباً که همه ازدواج ها بتونه به قول خانم دکتر سهل باشه ولی درست و منطقی باشه، و آرزو میکنم که همه جوانای ایرانی خودشون به اون درجه از درایت و درک برسن که بتونن عقلانی، منطقی و با هیجانات درست و با یک روان سالم، با یک روح پاک ازدواج بکنن و زندگی شاد و موفقی داشته باشن. از شما تشکر میکنم. ما هم همین آرزوها رو برای همه بینندگان خصوصا جوانان داریم. با ما همراه باشید، برای ما رایانامه بفرستید، پیامک بزنید. تا فردا شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.